سلام دوست خوبم. شاید از خودت سوال بپرسی که چجوری میتونم ذهن خودم رو باز نگه دارم. یعنی همیشه ذهنم باز باشه، بتونم تمرکز بالایی داشته باشم. میتونی یوگا، مدیتیشن انجام بدی، خیلی مهمه. حداقل 8 ساعت خواب برای شبانمون خیلی مهمه. تمرینات هوازی، موسیقی کلاسیک که من میتونم سمفونی 9 از بتوون رو براتون بگم که خیلی عالیه، من خودم اینو گوش میکنم. بعدش جینکو بلوبا، یعنی برای پشتیبانی حافظتون میتونین از این استفاده کنین. این ویتامین رو از همه جا میتونین دریافت کنین، یعنی از داروخانه ها. بازیایی در شبکه کشف کنید و یا جدول حل کنید. این براتون خیلی کمک خواهد کرد. من میخوام ذهنم باز باشه، تمرکزم بالا باشه، ولی این براتون کمک میکنه که تمرکز بالایی داشته باشید و اون تراپی نفس که توی یوگا و یا مدیتیشن انجام میدیم باعث میشه که افکار منفی با اون انرژی که از دماغ میگیریم و از دهن میدیم، افکار منفی بیرون برن، افکار مثبت با انرژی زیباتری در ما جای بگیرن و این یک ارتعاش بالاست.